با زلال آدم وقتی بچه‌های کوچک و نوجوانان رو تو مسجد میبینه خوشحال میشه و این نتیجه زنده بودن ایمان در روستای شما هست. چون وقتی بچه‌های کوچک در مسجد هستن قطعاً پدرها و ریش سفیدا آدمای دلزنده‌ای هستن، آدمای مؤمنی هستن، بچه‌ها رو تشویق کردن و از نظر خانوادگی و فضای خانواده هم فضای ایمانی است. این که از نظر مادی شما ضعیف هستید و شاید به شما بگن دوستای محرومیت، این که انسان فقر ایمانی و فقر اخلاقی و فقر تقوا و فقر حسنات داشته باشه. بالاخره یه لقمه نان خدا میرسونه، آدم به یه لقمه نان گشنه است، به یک لقمه نان هم سیر هست. یک دست لباس هم آدم میتونه 1 سال 2 سال بپوشه، ولی خدای نکرده زندگی مرفهی داشته باشیم، مسجد مجللی داشته باشیم، بچه های ما بی ایمان باشن، بی تقوا باشن، خودمون از نظر ایمانی ضعیف باشیم. این فاجعه هست، این بزرگترین مصیبت هست که بالاخره متوجه ما و شما می شود. من به شما تبریک میگم و از شما معذرت خواهی می کنم که بالاخره شرمنده شما هستم که تا به حال به روستای شما نیامدم، اما از این بابت هم خدا را شکر می کنم که اگر خودم نیامدم بالاخره بچه های شما آمدن اونجا پیش ما و بچه های موفقی بودن. آماری که ما از اینجا داریم الحمدلله هم از نظر طلاب، چه پسرها چه دخترها، از نظر حفظ قرآن، از نظر کلاس هایی که اینجا برگزار میشه، با وجود این همه مشکلات مادی و مسائلی که هست، خیلی آمار خوشحال کننده ای هست. الان نزدیک 200-300 نفرشون از بچه ها، خواهرها، برادرها همه مشغول قرآن و کلاس فقه و کلاس احکام و حدیث و معلمانشون هم همه توسط خودشون، هم خواهرها هم برادرها، و واقعا رو بچه ها دارن کار میکنن و مسئول مکتب خونهشون بالاخره یکی از برادرای خیلی موفقی هست که واقعا رو بچه های اینجا کار کرده و زحمت کشیده و کلاس هایی تو مسجد هم داره براشون. عبدالقادر دیگه بهش میگن، بله خدا حفظشون بکنه. و 3 تا خواهرها از اونجا سرو بودن، همون 2 تایی که اشارم کردم دیشب، یکی حفصه مدنی یکی مریم مدنی، که ایشون 5م ابتدایی اینجا خونده بودن، 4 سال هم ترک تحصیل کرده بودن، یعنی بعد از 5م 4 سال مدرسه نرفتن. بالاخره بعد خبرشون از کانالی خبردار شدن که اونجا کلاس حفظی هست پیش خالاشه و اینا. این 2 تا خواهر آمدن اونجا، خیلی هم بچه های مؤدب و ساده و قانع و خیلی بچه های با تواضعی بودن و ظرف 3 سال اینا حافظ کل قرآن شدن بعد از 4 سال ترک تحصیل با مدرک 5م ابتدایی. و تو همون 3 سال هم سیکلشون همراه خالاشه گرفتن، یعنی اول 2 سم راهنمایی هم متفرقه ثبت نامشون که از سیکلشون گرفتن. بعد از اون الان هر 2 تاشون سال 3 مدرسه دینی بندرعباس هم دارن میخونن، سال 2 دبیرستان دولتی هم روزانه ثبت نامشون کرده خالاشه تو سرو دبیرستان طلوع. و تو درس دولتی بچه های نمونه تو مدرسه دینی هم معدل 19 خواهرشون هم دوباره آمد طاهره، اونجا یه دوره کامل خیاطی گذرانده. الان به واجی میگفتن مشکلشون چیه، میگفتن اگه باشه یک کامپیوتری باشه بچه‌ها و 1-2 تا چرخ خیاطی که اون آموزشی که دیدن اینجا آموزش بدن. یعنی بعضی ما خادم خیلی جا میخوره و متاسف میشه که حالا توی این روستا به این محرومیت خیری نداشته باشن، 2 تا چرخ خیاطی، یک کولری، یک کامپیوتری مثلا در اختیارشون بگذاره. ولی میبینی چقدر استعداد هست. 5م ابتدایی 4 سال تحصیل بکنن، دختر روستایی از این گوشه دور افتاده، تو شهرم نیامده، بیاد
متفرقه سیکل بگیره، سال سوم مدرسه دینی ثبت نام بکنه، شاگرد موفقی باشه، از اونایی که سیکل و دیپلم هم هستن با استعدادتر و علاقمندتر و موفقتر، از نظر ادب و اخلاق هم همچنین. بعد دبیرستان دولتی هم بخونن، یعنی 5 سال از خانه دور شدن، حافظ چند چیز با خودشون آوردن تو 5 سال. یه دختر، 2 تا دختر ابتدایی 5 سال از خانواده دور شدن، رفتن، پدر و مادرم یک توکل به خدا، سنگ رو دلشون گذاشتن، دعای خیر کردن. این دخترها رفتن چند چیز آوردن، 2 تا حافظ شدن، 2 تا حفظ قرآن آوردن، دوره خیاطی، دوره آموزش‌های مهارت‌های زندگی، دوره کامپیوتر دیدن، 5 سال مدرسه دینی هم میخونن، مقدمات متوسطه، یک عالمه میشن. از اون طرف هم چه دیپلم هم میگیرن برمیگردن، یعنی سیکل و دیپلم و حفظ قرآن و خیاطی و کامپیوتر و مسائل اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و خیلی مسائل دیگه. و تو همین 5 سال چقدر از علما و متفکرین و شخصیت ها و مسئولین از تهران از این طرف اینا هم دیدار کردن. و حتی من یادم یه آخوندی از قم آمده بود برای دیدار در دار تحفیظ سرو، میخواست امتحان بگیره، گفت که حاضر بخونه. یکی از همین 2 تا دخترها دستم بلند کرد، گفت من حاضرم بخونم. وقتی که با تجوید خوند، اون آخونده واقعا تعجب کرد که اونا بیشتر با صوت میخونن، ترتیل خیلی کم میخونن. این با ترتیل خوند، خیلی به دلش نشست و خیلی خوشحال شد. و میگم از وسط 100 تا دخترها اینا دستشون بلند کردن، چون در دین دیگه شرم و حیا نیست و ما رو سفید کردن و هر سوالی هم ازشون میکردن جواب میدادن. خب این سرمایه ها تو این گوشه های جزیره همینجور رها هست، کسی نیست که اینا رو شناسایی بکنه. فکر میکنیم اونایی که خانواده سرمایه دارن، استعداد دارن، اونها میتونن موفق بشن. اونایی که دیگه ضعیفن، کسی ازشون سوال نمیگیره، کسی اونها رو نمیشناسه، اونها دیگه خیلی داخلشون نیست. واقعا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرمایند الناس معادن، انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستن، باید این معدن ها رو کشف کرد. بریم بگردیم چقدر استعداد هست. کمی همت لازمه که توی این روستاهای کمی وقت بیشتر بگذاریم. هنوز الحمدلله اون سادگیشون و اون تواضعشون و اون پاکیشون و اون خوبیشون و اون محبتشون هنوز الحمدلله هست. مثل شهر نیست که بالاخره با بیگانگان، با غریبا و غربا نشسته باشن، اخلاقشون فاسد بشه. اینا اصلا بکر دست نخورده هستن. مردمشون هم چقدر محبت دارن. حالا دیشب دیدیم دیگه تو درکو، آدم واقعا شیفته محبتشون میشه. از نظر مال و دارایی و موقعیت اجتماعی شاید خیلی ضعیف باشن، ولی واقعا محبت دینی دارن و انسان، یعنی امثال ما و شما خیلی نیاز به دعای خیر اینها داریم، چون دعای خیرشون بالاخره پرسوز هست و جانانه هست و ما واقعا نیاز به دعای خیرشون داریم که دعای خیر براشون بکنیم. بعد دیگه همین دخترها خالاشه رو کشوندن به اینجا، 2-3 بار آمده اینجا. بعد نهایتا پیشنهاد دادن به خالاشه که اگر یه مبلغی کمک ما بکنید، ما پدر بزرگمون هست که زمین مجانی برای ما بده، خونش 20 ساله که مرکز برای نهضت، خونه پدر بزرگشون در اختیار نهضت گذاشته. خب چطوری این بچه ها باسواد نشن وقتی کسی 20 سال خونش رو در اختیار نهضت گذاشته باشه؟ بعد یه 60-70 متر زمین از پدر بزرگشون گرفتن، خودشون به خالاشه گفتن. خالاشه هم به من حالا نزدیک 1 ساله که به من میگفت که شیخ نمیشه 2 میلیونی پیدا بکنید؟ اینا با 2 میلیون هم راضی ان، خودشون درست میکنن، خودشون کارگری میکنن، خودشون کمک میکنن. بالاخره یک دار و تحفیظی که اونجا مهد قرآن باشه، مهد کودک باشه، کلاس قرآن باشه. بعد خودشون هم مدرسه خوندن، الان کلاس فقه و حدیث و احکام و تفسیر هم دارن برای بچه‌ها میذارن. چقدر خوبه. خدا رحمت بکنه شیخ زایی که پای ریزی اون مدرسه پرخیر و برکت کرد و چقدر الان ثمره داره میده. ما الان امروز آمدیم که این دار و تحفیظ رو ببینیم. ما به یه خیر گفتیم، جالب این که اون خیر هم از چاهوی بندر عباسه، چاهوی یا جزیره چاهوی بندر عباس. مسکین آمده بودن 10 روزی میشه آمده، خودش کارش خطره. من رفتم پیشش دیروز، با سعدی رفتیم و ستار رو پرسش کردیم، خبر خوش بهش دادیم، گفتیم اون دار و تحفیظ مال چاهوی شرقی هم افتتاح شده. الان نزدیک 40-50 تا بچه ها اونجا داخلش قرآن میخونن و بچه ها مشغولن. خیلی خوشحال شد، گفت میشه عکسش بدید، چون پولش یک پیرزنی داده دست ایشون. یکم قرار شده تو گاو میری درست بکنیم، اونجا هم یه حافظ داریم، یه دختر حافظ داریم
یه چند تا یتیم هم پیششه، 15 تا یتیم هم نگهداری میکنه، انجمن هزینه‌شون میده و هم اونجا یک بالاخره فعالیتی داره. چقدر خوبه که تو هر روستای حالا 2 تا انسان حافظ داشته باشه، حمایت ازشون بکنه. حالا شرط نیست که حتما مکتب خونه، بعضا میگن که 20 میلیون تومان پول مکتب خونه میشه، 30 میلیون تومان پول مکتب خونه میشه. نه بابا، 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، یه چیزی بالاخره چه امکانات کم، همت بلند. ولی تو بیای 100 میلیون خرج میکنی بعد همت کم باشه. تو ناکن مسجد چقدر ساده است و چقدر ماشاءالله بچه‌ها داخل مسجد هستن. پس الحمدلله امید هست که انشالله، من فکر میکنم اگر ما بخوایم جزیره رو نجات بدیم، باید به دعای خیر و تقوای غرب جزیره برای نجات شرق جزیره تلاش بکنه. این یک واقعیت هست، یک واقعیت هست. یعنی هر جا مردم ساده ترن، تواضعشون بیشتره، تکبر ندارن، اهل عیشونوش و معصیت نیستن، اینا دعاشون ردخور نداره. ما برای آخر جزیره که مردم محرومن، فکر میکنن مردم بیسوادن محرومن، اینا رو باید ازشون درخواست بکنیم. به گفته امام مالک وقتی قحطی در مدینه واقع میشد، میگه ما متوسل میشدیم به دعای پیرمردایی که صف اول نماز مسجد نبی اونجا اعتکاف کرده بودن، میرفتیم پیششون شما یه دعایی بکنید تا خدا این قحطی رو بلند کنه. و چقدر استعداد اینجا خوابیده. اکثر تو کسانی که تو آزمونهای سراسری شرکت میکنن موفق میشن از جزیره، از همین مناطق محروم هستن که چه سرمایه های اینجا داره دفن میشه و ما هم خبر نداریم. تلاش بکنیم ان شاء الله. تو جمع اگه کسی هست، حالا من میتونم حالا 2 تا کلر هم بدم، چرخ خیاطی هم بدم، چیز از من کم نمیشه و از اون خیر هم کم نمیشه. یعنی میخوام مشارکت بکنیم ان شاء الله. همینجا بالاخره این 2 تا کارشون هم راه بندازیم دیگه. کلر دارید که یکی ده. یک کلر میخوان، 2 تا چرخ خیاطی، بیشتر هم نمیخوان، 2 تا چرخ خیاطی یا تا کلر حاجی یعقوب. محسن هم 2 تا چرخ خیاطی بس. کامپیوتر هم به خود اومدن. تمام بود. خب حالا راه به کنارسیا، حالا اونجا فعلا ما تو چاه شرقی هستیم. اونم میگیم ان شاء الله، اونم میگیریم ان شاء الله. اونم میگیریم ان شاء الله. شما که این همه همت داری، یعنی دخترای ما ارزش ندارن که این همه تلاش تو نگاه کن. دیگه چی؟ دیگه این دخترای خواهرش بودن، 2 تا دخترای خود آجم که تو سرریگ دولابن، اونم فهیمه اسلامی با فتحی اسلامی، اونام دوباره آمدن پیش خاله، اونام دوباره خوش اخلاق متواضع، اونام 2 تا حافظ شدن. یعنی ایشون الان 3 تا حافظ فکر میکنم مال خودشه، 4 تا مال خواهرش. از این دیگه بهتر نمیشه منوچهر که یک برادر، یک دایی، یک پدری حرکت بکنه 7 تا رو حافظ تو خونه خودش بیاره از پسر و دختر و اینا رو وقف دعوت اسلامی بکنه. هم حافظ، هم دیپلمه، هم چه مهارت یاد گرفته، هم ارتباطات و هم هنر ارتباط با کودک، کلاس برای کودک و هم کلاس احکام مدرسه دینی و کمترین هزینه هم اینجا بیان کار بکنن. یعنی من فکر میکنم که ارزش دارن. ما حالا 2 میلیون هم خرجشون بکنیم، من فکر نمی کنم که به جای دوری میره و همه اینها دوباره برمیگردونن تو جامعه. چقدر اون پیرزنی که کمک کرده خوشحال میشه. جزاکم الله خیر. اگر ما هر ماهی 2 تا 3 تا روستا انتخاب بکنیم، حالا چه این طرف آب تو جزیره چه اون طرف آب، همین بیریم احوالشون بپرسیم، سوالی از مشکلاتشون بکنیم، من فکر میکنم خیلی راحت، یعنی 10 نفر با هم باشیم میتونیم مشکل روستا به روستا کوچک کوچک حل بکنیم. کار که شروع شد دیگه خودشون طلب درشون میاد، دیگه میرن دنباله. خالاشه که دیدید دیگه، خالاشه 100 نفر الان 10 ساله تو 2 تا اتاق تو خونه شخصی، الان 120 تا حافظ شد. 4 تاشون همینا هستن که دارن کار میکنن. امسال 300 نفر فقط از بیرون تو مدرسه دینی ثبت نام کرده، دختر و پسر 300 نفر. هزینه‌اش هم خودش داره پیدا میکنه، خودش میگیره، یه زن هم بیشتر نیست. درس ازش میگیریم. واقعا افتخار میکنیم چنین خواهرایی که وجود دارن و تونستن مادری بشن برای بچه‌های مسلمان. و چقدر اعتماد. پیرمرد از اون گوشه کهتویه بلند میشه، من فقط چون اعتماد دارم به خاله میارم دخترم تحویل میدم میرم، اصلا آب از آبم تکون نمیخوره، مطمئنه. همه ما میتونیم ان شاء الله پدری باشیم، برادری باشیم.
دخترای ما خواهری باشن برای بچه‌های مسلمان و انشالله تلاش بکنیم تا دشمن ناکام بمانه، تلاش بکنیم تا بچه‌های ما مؤمن بشن و دشمنان خوشحال نشن به منحرف شدن بچه‌های ما و از دست رفتن سرمایه‌های ما. باور بکنید هیچ چیز از ما کم نمیشه. انسان توکلی به خدا باشه و قدم خیر بلند بکنه، نیت خیر انسان باور بکنی به بزرگی زمین و آسمانه. یعنی اگر تو نیت خیر کردی در خیر باز میشه. قدم خیر تابع نیت خیره. تا تو نیت خیر نکنی قدم خیر نمیتونه بردارید. پس نیت خیر انسان دروازه خیر رو برای انسان باز میکنه. پس باید دلمون صاف بکنیم، توکلمون به خدا باشه. خدا به همه شما جزای خیر بده. بریم یک بازدید کوچیکی بکنیم ان خیلی خوشحال شید. حالا بازدیدم ما که اطمینان داریم دیگه، فقط می‌خواستیم ببینیم که بالاخره بله چقدر خوبه، چقدر خوبه. من به شما تبریک میگم و دست شما رو میبوسم. جزاکم الله خیر. برای ما خیلی دعا بکنید که محتاج دعای خیر هستیم. شیطان خیلی داره زور میزنه، بالاخره ما در معرض خطر هستیم، ای خطر، و میترسیم از عاقبتمون که به کجا ختم بشه. خدا به همه ما و شما رحم بکنه و حافظ همه ما و شما، فرزندان ما و شما باشه. جزاکم الله خیر. موفق و مؤید و سربلند باشید. با هم بریم اونجا ان شاء الله. جزاکم الله خیر. و اصحابه و من والله. اما بعد خیلی خوشحالیم و خدا را سپاسگزاریم به خاطر توفیقی که امروز حاصل شد و تونستیم بیایم به روستایی که بهش علاقه داریم و دین و ایمان و مذهب و قرآن و سنت بالاخره و شاگردای خوب ما رو به این روستا مرتبط میکنه و وصل میکنه و بالاخره هر کسی یه چیزی کاشت خوشحال میشه و شاد میشه که ببینه ثمره اون کشتش چی بوده، چه برداشت میکنه. و بذر قرآن و انسان وقتی میکاره ثمره های خیلی خوبی میده. بذر قرآن رو اگر بکاریم ثمرش اخلاق، ایمان، توحید، تقواست، حجاب، نماز، زکات، حج، مهمان نوازی، اینا همش بالاخره تو قرآن آمده. هرچی در قرآن آمده از خوبی ها برمیگرده به اون بذری که انسان بکاره در دلها. اگر بذر قرآن رو در دل بچه هامون بکاریم قطعا درخت پرثمری خواهند شد. چند روز پیش تلویزیون ایران نشون میداد یک درختی در یک از شهرهای ایران که یک درخت 7 تا میوه به اون پیوند زده بودن و تلویزیون مصاحبه میکرد. من خودم نشسته بودم، یه سبدی آورده بود 7 تا میوه از یه درخت و طعمش مزه میکرد. آورده بود تو باغش یک درخت 7 تا درخت میوه هاشو از یه درخت چیده بود و نشون میداد، باش مصاحبه میکرد. و قرآن دیگه درختی که انواع میوه های خوب داخلشه، به شرطی که انسان با قرآن ارتباط برقرار بکنه دیگه. حالا خواهران متوجه شدن که حفظ قرآن و قرآن رو حفظ کردن کار دشواری نیست. قبلا تو منطقه مد نبود، تو کل 3 تا استان جنوبی یک حافظ داشتیم، اونم شیخ ضیایی. بعد دیگه فهمیدیم دخترها آمدن حفظ قرآن کردن و حافظ شدن، از خود اونها دوباره 10 تا 15 تا حافظ شده. الان تو جزیره خشم انشالله یه جشن حفاظ هست که نزدیک 15 تا خواهرها حافظ شدن توسط همین خواهر موزه کرت و نمیدونم اون یکی و هم دوستا خواهرایی که 7-8 سال پیش تو بندر بودن
و روستای شما هم الحمدلله بالاخره هم مریم و هم حفصه و هم فهیمه و هم فتحیه و اینا همه اونجا آمدن و حافظ شدن، حالا برگشتن. خدا هم بالاخره تو دل پدر بزرگ انداخت که این قسمت زمین رو جدا بکنه برای خیر خودش، برای آخرت خودش و دنیای خودش. و این کلاس با همین سادگیش انشالله راه اندازی بشه. آدم وقتی نیتش خیر میکنه چقدر خدا کمک میکنه. ما امروز بود قرار بود خودمون تنها بیام، ولی خود دوستان هم با ما آمدن. تو همین مسجد الان یک کولر براتون ردیف شد، 2 تا چرخ خیاطی، یک کامپیوتر. آب سر کنم میخوای؟ منو چرا هم قول آب سر کن داد؟ چه دنبال ما میدهید تو کوچه که بیاد به ما نزدیک بشه، شیخ خاله کاری بکن، یه چیزی هم گیر ما بیاد بالاخره دیگه. این همه راه اومدیم یه چیزی گیر ما بیاد. این بهش میگم فسته به قل خیرات. یعنی همیشه یه مسابقه بذارید نگاه کنید چقدر بازیکن هست، باور بکنید. ما تو اون همایش 15 تا داماد عروسی ازدواج جمعی تو خمیر بودیم، تو سالن خیر گفته بود من کل هزینه هاشونو میدم، 15 تا داماد با هم کت شلوار یک دست، هزینه هاشونو میدم، خرج عروسیشون یه سری وسایلم بهشون میدم، اسم منم نگید، کاری ندارم. و اما به نعمت ربک فحدث. بعد مجری که اونجا اعلام میکرد هی یادداشت میآمد، باشگاه ورزشی بانوان، انجمن بانوان خمیر، نمیدونم برای هر کدومشون یه اتو، نیکا سیمان برای هر کدومشون یه تلویزیون رنگی، نمیدونم شرکت فلان برای هر کدومشون یه لباسشویی. دیگه از بس که دیگه یکی یکی اصلا همه رقابت سالم مسابقه شد اونجا. دیگه آدم تشویق میشه وقتی که یک کار مبارکی هست، یعنی دیگه غنیمت میشماره، نمیخواد عقب بیفته از قافله. چقدر خوبه که ما بریم تو برنامه‌های خیر و چقدر خدا در خیر باز میکنه، 1 تومن 700 تومن، و چقدر آدم خوشحال میشه حقیقتا. از کجا به کجا منتهی میشه نیت خیرها، از کجا به کجا منتهی میشه. حالا این مریم هست، این فهیمه هست، میگم واقعا ما رو سفید کردن حقیقتا، هم از نظر ادب، هم از نظر اخلاق، هم از نظر تواضع، هم از نظر، یعنی پیش خالاشه بعضی موقع به هفته و ماه میگذاره که میوه بهشون نمیدن، نمیدن دیگه. حالا که 10 نفر باشه درسته. به لنچا خالاشه میگه که الان همین هوارایی که بالاخره فکر میکنی که زده میشه و یا به بازار نمیرسه یا شکمش باد میکنه، برای سوری خوبه دیگه. 5-6 تا لنج صحبت کرده تو جاهای دیگه، همه فصل هوور بالاخره ظرف میگیره تحویلشو میده، میگه همینا برای ما بذارید تابستون کلاس داریم بچه‌ها. نون معیاوه، نون سورا و عدس، چیز زیاد شد شب میخورن، ولی حافظ میشن، درس میخونن، برمیگردن شخصیتی میشن برای خودشون. چقدر ارزش داره. مهم که انسان تو جریان بیفته. قبلا علمای بزرگی داشتیم تو منطقه، ولی رسم نبود دخترها برن مدرسه دینی. یادمون میاد قبل از انقلاب مدرسه لنگی خیلی مدرسه بزرگی بود، مدرسه دیگه اصلا رسم نبود دخترها برن عالم بشن. الان داری با گوش خودتون میشنوی. یعنی دخترای ما کلاس فقه و حدیث و تجوید و تفسیر دارن میذارن. چی شده؟ واقعا نعمت خداست، باید قدر بدونیم. خدایا شکر نمردیم و این شکوفایی رو دیدیم. تجار ما خوب شدن، دانشجوی ما خوب شدن، پدرها و مادرها خوب شدن، ورزشکارا الان خیلی خوب شدن، چون علما به ورزش هم میپردازن دیگه. تنها تو فکر مسجد آباد کردن نیستن، باشگاه، مجتمع فرهنگی، کتابخانه، فلان جاهای دیگه، اصلا کانون هنری، فکری، به همه چی دارن میپردازن. ما هم خیلی خوشحالیم، به شما هم افتخار میکنیم. خدا به شما توفیق بده و درس‌های بزرگی به ما داری میدید. ما گرچه امروز خسته بودیم، ولی باور بکنید خستگیمون با دیدار ایمانی که از دیشب بالاخره با برادرها و خواهرامون داریم، اصلا خستگی از تنمون در رفته و خجالت میکشیم. اصلا طوری شده که دیگه خودمون داریم خجالت میکشیم که داریم کم کار میکنیم. این همه زمینه برای کار کردن، ما نشستیم تو خونه، ما نشستیم داریم با بچه‌هامون دعوا میکنیم. نمیدونم امروز خورش نمکش اینطوره، امروز برنج نپخته، چرا لباسم نشسته، چرا فلان نکرد، چرا فلان نکرد. مردم به بهش رسیدن، مردم هرچی خیر بود سبقت گرفتن، ما هنوز مشکل خودمون حل نکرد.
جزاکم الله خیر. خب دیگه از خداوند توفیق برای همه میخواهیم، وقتم خیلی کمه و دعای خیر برای ما بکنید، برای دوستان ما دعای خیر بکنید. اینا هم نیت خیر دارن، اینا هم از بچه‌ای هستن که از همون روزهای اول هستن و پشت ما را خالی نکردن و سند محکمی بودن برای ما، بازوی محکمی بودن. خدا بهشون توفیق داده و روز به روز جوانای خوبی هم میان تو برنامه که حاضرن زندگیشون رو وقف این راه بکنن. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید. به امیدی که انشاءالله همه روستاها با دین و علم و دانش و تقوا و اخلاق و حجاب و تحصیلات خوب و سلامتی و ورزش هنر انشاءالله و اخلاق خوب آباد بشه، به عمرانی برسه، به آبادی برسه، به رونق بگیره و انشاءالله مردم همه خدا یه سرود مختصر کوتاهی تقدیم خدا جو و خدا پسند و خدا دوست و خدا پرست جناب باشه. شیخ محمد صالح پرده. جزاکم الله خیر و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.